امروز قراره داستانی رو براتون تعریف کنم که زندگی منه و نشون میده که چرا من ثبت شدم. بریم سراغ داستان. سلام بچه‌ها، اومدین قرار رو ببینید درسته؟ بذارید بهتون نشون بدم اینجا چه خبره. سلام پسرم، چطوری؟ سلام خوبم. امروز اومدم. وای باید برم ببینم اونجا چه خبره. نرو، وایسا بذار برم کمک بیارم. نه تو اینجا بمون، من میرم اونجا. وای دیگه وقتش رسیده که تقاضا پس بدی. هر چی بخوای بهت میدم. لطفاً تنهام بذار. بهم رحم کن. من هیچ رحمی نمی کنم. تو یک قاتل عوضی هستی. باید بیشتر عذاب می کشیدی. بهت لطف کردم. اون آدم بیگناه بود، چرا کشتیش؟ اون مرد زن و بچهش رو کشته بود. در هر صورت تو حق نداشتی اون رو بکش. تو چی میدونی؟ اون به قاضی پول داد تا آزاد بشه. برام مهم نیست. نباید میکشتیش. نیاز نیست دخالت کنی. نمیخوام یکی دیگر رو هم بکشم. دستور میدم تسلیم شی. برام مهم نیست پادشاه یا هر کس دیگه ای باشی. هر کس ندونه من میدونم تو و پدرت چه دیکتاتورهایی هستید و چند هزار نفر رو کشتید و نمیدونم چند نفر رو کشتی تا به اینجا رسیدی. تو بیشتر از چیزی که باید میدونی و باید بمیری. میشه به چرا نصف شبی آوردیم اینجا؟ خب بذار فکر کنم. همین چرخو بکنم تو. یعنی چیز یک هدیه برات دارم. وایس انجا بعدش خودم بلدم. میدونم دیگه پیر شدی و قراره من پادشاه بشم. مرسی که اومدی اینو بهم بگی. من آمادم. آها آفرین، همینو میخواستم بگم. نامد من یزیدی، من چیکارت کردم؟ چرا نمردی؟ من این همه زحمت کشیدم. قهر میکنم میرم. خدای راست میگی، این همه تلاش کردی بعد بیافتم بالاخره. خب الان اینجوری اوکی بیافتم؟ آره همینجوری بیفت. بی پدر. چه بچه بی تربیتی داشتم. چطوری نادر کوچیکه؟ گوه خوردم ناموسن. نوشا خوب نیست ولی خوب. و اینجوری شد که من پوستم ثبت شد و دوباره زنده شدم. بچه حتما سابسکرایب کن چون خیلی زحمت کشیدم برای انیمیشن. شاید کوتاه بود ولی روزها و شاید یک هفته زمان منو گرفت. بعد من سابسکرایب کنید، زنش فعال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و اگه دوست داشتید قسمت‌های بعدی بذارم تو کامنت برام بنویسید.